تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، لحظه سلسله گفتار رو از روی کتاب زندگی نامه بیدیل بابابک رحیمی در قرائت فرهنگشناس جنبی کسرانیان بشنوید. رساله با استفاده از گفته‌های خود بیدیل سرچشمه‌های ادبی و تاریخی و ادبیات موجوده علمی تألیف شده، لحظه‌های اساسی زندگی بیدیل را در بر گرفته است. در آن زمانهای کودکی، جوانی و پیرانسالی بیدیل انعکاس گردیده. در رساله درباره دوره مکتب و مدرسه، سفرهای گوناگون بیدیل و حیات استادان معنوی او سخن می‌رود. بابابک رحیمی، زندگی نامه بیدیل. گفتار یکم. شاعر و فیلسوف هندوستانی میرزا عبدالقادر بیدیل دهلوی به میراث عمومی مردم فارسی زبان و تمام آنهایی که زبان و فرهنگ مذکور با آنها تأثیر عمیق گذاشته است تعلق دارد. اشعار او هنوز به شاعران، سرایندگان و فیلسوفان هندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و مردم دیگر کشورها الهام تازه می‌بخشد. انسان دوستی و محبت بیدیل به زندگی که تجسم کننده مفهوم و فلسفی طبیعت است تا امروز به دل و دیده ما جا می‌یابد. شنوندگان ارجمند، ما در ابتدا از گذشتگان بیدیل و وطن اصلی آنها به شما معلومات میدیم. بنابر نوشته های تذکره نویسان، بیدیل از قبیله ارلاس یا خود برلاس چغتایی است. معاصر و یکی از همنشینان بیدیل، معرف تذکره مرآت الخیال شیرعلی خان لودی در این باره نوشته است که بیدیل از قوم چغتایی برلاس است و در هند نشأ و نما یافته است. مؤلف عصر 18 سراج الدین علی خانی آرزو در تذکره مجمع النفایس آورده است. اصلش از توران است و مولدش خطه پاکی از جیم‌آباد از قوم ارلاس و در بنگال سیر کرده. مؤلف دیگری عصر 18 صاحب تذکره های یدی بیضا، سروی آزاد و خزانه آمیره غلام علی خان آزاد بلگرامی نوشته است. از نژاد قوم برلاس است و در بلده عظیم‌آباد پتنه از نهانخانه عدم و شهرستان وجود خرامید و در هندوستان نشو و نما یافت. طوری که معلوم است قبیله ارلاس یا خود برلاس یکی از قبیله های مغول است که در زمان استیلای چنگیزخان به ایران و خراسان و ماورالنهر و دیگر سرزمین های عالم اسلام وارد شده در این کشورها سکونت دائمی اختیار کردند. به گفته مؤلف روضة الصفا، محمد خاوندشاه میرخان اصل قبیله برلاس کاچولی نام امیر مغول است. مؤلف تذکره مرآت واردات محمد شفیع واردی تهرانی نوشته است که سلسله نسب بیدیل به آخرین پادشاه سلاله مظفریان فارس شاه منصور میرسد. واردی تهرانی در این باره آورده است: در باب نسب خویش آنچه میرزا در حضور من مقرر کرد این است که سلسله اجداد میرزا به شاه منصور ابن مظفر پادشاه فارس ممدوح خواجه حافظ منتهی می گردد. یکی از محققان بیدیل، خال محمدی خسته، در مقاله با نام خانواده بیدیل نوشته است که
تاریخ نگاران نژاد مظفریان را به قتلغ خان برلاس نسبت می دهند. به تعبیر دیگر گوییم هم اصل خاندان مظفریان و هم اصل گذشتگان بیدیل از یک قبیله از قبیله برلاس بودند. مؤلف تذکره 7 اقلیم امین احمدی رازی راجع به خاندان مظفریان سخن کرده وطن اصلی آنها را خوف خراسان می داند. شنونده ارجمند، خوف موضع است در نزدیکی شهر نیشاپور ایران. با قول امین احمدی رازی خاندان مظفریان از خوف به شیراز رفته به سلطنت رسیدند و از سال 1335 تا سال 1393 میلادی در فارس پادشاهی کردند. او درباره این خاندان و به سلطنت رسیدن چندی از آنها نوشته است: افراد طوایف ساکنان این زمین یعنی خوف به هر جا که افتادند با همت بلند و افزار طینت و نفاذ امر و ارتفاع قدر ممتاز بودند. از آن جمله سلاطین عالی مظفرند که از این طبقه 7 تن سلطنت کردند و مدت ملوکیشان 59 سال بود. بنابر نوشته واردی تهرانی وقتی که امیر تیمور فارس را ضبط نمود، اولاد شاه منصور یعنی گذشتگان بیدیل اول با ماورالنهر آمده چند پشت در این سرزمین زندگی کردند. سپس به تعبیر وارد بزرگوار یعنی پدرکلان بیدیل از ورارود به کشور بنگاله که در قسمت شرقی هندوستان واقع است رفته در آنجا رحل اقامت افکندند. وارد تهرانی یگانه مؤلف است که دایر به وطن اصلی گذشتگان بیدیل به این گونه دقیقی و تفصیلات سخن رانده است و طوری که دیدیم او این سخنان را از زبان خود بیدیل نقل نموده است. این معلومات وارد عقیده را که گذشتگان بیدیل گویا از بدخشان افغانستان به هندوستان رفته باشند باطل می سازد. وارد تهرانی در خصوص از ورارود به بنگال رفتن اسلاف بیدیل خبر داده از کدام شهر یا ولایتی ورارود برآمدن آنها را صریحاً ذکر نکرده است. از این رو فکر مؤلفانی که شهر سبز را وطن گذشتگان بیدیل دانستند محتاج به دلیل و برهان ضروری است. محقق معروف ایران ابوالحسین زرینکوب در کتاب از گذشته ادبی ایران نوشته است که پدر بیدیل عبدالخالق از قبیله ارلاس بود و این قبیله از بخارا به سرزمین هند آمده بودند. مراد از بخارا اگر شهر بخارا باشد این عقیده نیز دلیل و سند می‌خواهد. ظاهراً اینجا مطلب از بخارا سرزمین ورارود است. در خصوص وطن گذشتگان بیدیل عقیده دیگری نیز وجود دارد. طبق این عقیده گذشتگان شاعر گویا از شهر سمرقند به هندوستان رفته باشند. این عقیده اولین بار از جانب ابراهیم مومینوف به میان گذاشته شد و بعد ابراهیم مومینوف در این باره به 4 عنصر خود بیدیل استناد کرده است. اما این معنی نه در 4 عنصر وجود دارد و نه در آثار دیگری بیدیل. از این بر می‌گذاریم به زادگاه و خانواده بیدیل. در سرچشمه‌های ادبی و ادبیات علمی درباره محل تولد بیدیل نیز فکرها یکسان نیستند. میرزا طاهر نصرآبادی در تذکره نصرآبادی شاعر را از مردم لاهور دانسته است. طوری که خان آرزو و بینرابنداس خوشگون نوشتند این فکر نصرآبادی اشتباه است. سبب این اشتباه آن است که در سالهایی که تذکره نصرآبادی تألیف میشد یعنی سالهای 1083 و سالهای 1089 بیدیل در لاهور و ناحیه‌های اطراف آن زندگی میکرد. مؤلف تذکره مجمع النفایس سراج علی خان آرزو و صاحب تذکره های یدی بیضا، سروی آزاد و خیزان آمیره غلام علی خان آزادی بلگرامی نوشتند که زادگاه بیدیل شهر پتنه ولایت بیهار است که در ابتدای عصر 18 و دوره های مینبده به نام عظیم آباد نیز معلوم بود. مؤلفان تذکره میراتی واردات محمد شفیع وارد تهرانی آورده است که بیدیل در شهرک راجمحل که نام دیگرش اکبرنگر است و در نزدیکی پتنه واقع گردیده است
به دنیا آمد. مؤلف دیگری اصلی 18 لچمی ناراین شفیق در تذکره با نام شام غریبان از اختلاف نظری مؤلفان در خصوص زادگاه بیدیل یاد کرده تخمین نموده است که بیدیل شاید در راجمحل تولد شده باشد و با سبب تابع پتنه بودن موضع تولدش به نسبه پتنوی شهرت یافته باشد. شنونده ارجمند، ولی خود بیدیل در آثارش باری هم از منطقه راجمحل نام نبرده است، در حالی که از پتنه بارها یاد می کند. با قول مؤلف تذکره سفینه خوشگو، بندرابنداس خوشگو، بیدیل در شهر اکبرآباد اگره امروزه به دنیا آمده است. در این اساس یک عده محققان معاصر از قبیل حدایق ابن یوسف شیرازی، یوگنی بیرتلز و ناشر تذکره سفینه هندی زادگاه بیدیل را اکبرآباد گفتند. ولی اگرچه خوشگو از شاگردان بیدیل است، در این مورد سخن او قابل پذیرایی نیست. اکثر تذکره نویسان کشور بنگالا را وطن بیدیل دانستند، اما اکبرآباد از شهرهای بنگالا نیست. این شهر در قسمت شمالی هندوستان واقع است. قسمت شمالی هندوستان در اصل بیدیل و عصرهای بعدینه با نام هندوستان معلوم بود. عموماً از 4 عنصر خود بیدیل به خوبی معلوم است که زمان کودکی و نورسی شاعر در ولایت بیهار سپری گردیده است و چنانکه که گفتیم بیهار یکی از ولایت‌های بنگالا است. خود بیدیل نیز به مسئله منسوبیتش به کشور بنگالا در یک از غزل‌هایش گویا اشاره کرده است. او میگوید: ما سیاه بختان حباب گریه نومیدیم، خانه بر آب است یکسر مردم بنگالا را. چندی از مؤلفان تذکره های ادبیات اردو از جمله صاحب مجموعه نظم قدرت الله قاسم معتقدند که زادگاه بیدیل شهر بخارای ورارود است. بنابر شهادت خال محمدی خسته، یکی از اولین محققان بیدیل، هاشم شایق افندی نیز در همین عقیده بودند. ولی شنونده ارجمند، با اشاره از منبع‌ها میتوان گفت که این فکر تماما غلط است. از مؤلفان تذکره های ادبیات فارسی کسی به این مضمون اشاره نکرده است. گذشته از این، اکثر محققان شاعر این عقیده را رد میکنند. چنانچه یاسین خان نیازی در رساله ذکر شده میرزا عبدالقادر بیدیل نوشته است که میر قدرت الله قاسم و سایر متأخرین از تذکره نویسان اردو مولد میرزا را بخارا پنداشتند و چون معاصرین میرزا در این مسئله سکوت دارند، قول متأخرین را اعتبار نیست. امکان دارد که بخارا وطن گذشتگان بیدیل باشد، اما درباره زادگاه خود او بودن این شهر عموماً جای سخن نرفته است. همین طور گمان غالب بر این است که بیدیل در شهر پتنه تولد شده است، زیرا طوری که گفتیم ایام کودکی و نورسی او در همین شهر و منطقه های اطراف آن اره، رانیساگر، تیرحت، محسی و غیره سپری گردیده است. شنونده ارجمند، بیدیل اگرچه در 3 جای 4 عنصر از پدرش یاد کرده است، ولی باری هم نام وی را به زبان نگرفته است. اولین کسی که نام پدر شاعر را ذکر کرده است شاگرد او بندرابنداس خوشگو است. خوشگو نام پدر بیدیل را میرزا عبدالخالق میگوید. شاید در اساس گفته خوشگو باشد که حدایق ابن یوسف شیرازی نیز نام پدر شاعر را میرزا عبدالخالق گفته است. در خصوص نام پدر بیدیل فکرهای دیگر نیز موجودند. مثلا در یک از نسخه های خطی مثنوی محیط اعظم که در سال 1236 هجری کتابت شده است و در ارشیو ملی افغانستان محفوظ است، نام پدر بیدیل یوسف الدین یاد می شود. در ورق اولی این نسخه آمده است: ساقینامه میرزا عبدالقادر بیدیل ولد یوسف الدین مسما به محیط اعظم. همچنین در بعض تألیفاتی در ترکیه به تب رسیده و در اساس آنها در ایده از فهرست‌های کتابخانه‌های مصر نام پدر بیدیل میرزا عبدالله ثبت شده است. چنانچه یکی از نسخه‌های خطی یگانه شرح دیوان شاعر که در عصر 19
در ترکیه تألیف شده است و در کتابخانه ملی مصر در شهر قاهره محفوظ می باشد این طور آغاز می یابد: شرح دیوان بیدیل، نظم میرزا عبدالقادر ابن میرزا عبدالله المتخلص و بیدیل. ولی چنانه می بینیم هر دوی این فکر قابل اعتماد نیستند، زیرا 100 و چند سال بعد از وفات شاعر گفته شدند. قول خوشگو که معاصر و شاگرد بیدیل است نباید بی اساس باشد. گفته خوشگو را این سند نیز تقویت می دهد که بیدیل یگانه فرزند خود را عبدالخالق نام نهاده بود، یعنی به اولین فرزند خویش نام پدر را داده بود. بیدیل در یک جای 4 عنصر از مادرش نیز یاد کرده است، ولی باز هم نام او را به زبان نگرفته است. محقق کشمیری کاشی نت پندیت در رساله ذکر شده احوال و افکار و سبک غزلیات بیدیل استناداً به سفینه خوشگو نوشته است که مادر بیدیل مریم نام داشت. ولی در سفینه خوشگو این مضمون به نظر نمی رسد. چیزی که مؤلف سفینه خوشگو دایر به مادر شاعر نوشته است این است: در سال 6 از حد عمر از خدمت والده ماجده حروف تهجی آموخت و در همان نزدیکی آن مریمکان نیز رهنورد عالم بالا گردید. چنان که می‌بینیم کلمه مریمکان در اینجا به معنای بهشت است، نه به معنای اسم خاص. شنونده ارجمند، اکنون چند اندیشه در باب تولد، نام و تخلص و لقب شاعر. سال تولد بیدیل 1054 هجری مطابق به سالهای 1644 1645 میلادی می باشد. با قول خود بیدیل، یکی از آشنایان پدرش که میرزا عبدالقاسم ترمیزی نام داشت، به حیث ماده های تاریخ تولد او کلمه انتخاب و عباره فیض قدس را پیدا نموده بود. بیدیل در 4 عنصر جایی که از عمکش میرزا قلندر یاد کرده است، از زبان او در این باره اشاره می کند. وقتی که بیدیل به شعر و شاعری مشغول گردید، ماده های مذکور تاریخ را بر رشته نظم کشیده در تاریخ تولد خود قطعه زیرین را ایجاد نمود. به سالی که بیدیل به ملک ظهور ز فیض ازل تافت چون آفتاب، عزیز خبر داد از مولدش که هم فیض قدس است و هم انتخاب. پدر بیدیل که پیرو طریقه قادریه بود، از روی اعتقاد و احترامی که نسبت به مؤسس این طریقه عبدالقادر گیلانی داشت، فرزند خود را عبدالقادر نام نهاد. بنابر قول خوشگو بعدها لاله سکراج سبقت نام شاگرد بیدیل در این موضوع رباعی نوشته از نظر شاعر گذرانیده بود. آن رباعی این است: آن ذات ابدقدرت تنزیه مقام، عبدالقادر نموده تشبیهش نام. شد زنده یکی بحر مسیحایی دین، آمد دیگر اکنون پی احیای کلام. عنوان احترامی میرزا که پیش از نامهای بیدیل و پدرش، عمک و تقایش و دیگر خویشاوندان او می آید، ظاهراً به معنای سید یا خود خواجه است. سید به معنای سردار، صاحب، مولا و غیره، نه به معنای اولاد پیامبر که به این معنی نیز معمول است. به این مضمون این سند نیز دلالت می نماید که بیدیل تقایی خود میرزا ظریف را جای با نام خواجه ظریف نیز یاد کرده است. قدوه اهل فضل خواجه ظریف که چو او سالک یگانه نبود. کلمه میرزا در بیت زیرین شاعر نیز به معنای سردار یا خود خواجه است. از نامه هم آن شوخ مقدر شده باشد، میرزاست به حرف فقرا تر شده باشد. در این اساس، یعنی در اساس به معنای سید، سردار، خواجه، مولا و غیره فهمیدن کلمه میرزا، این عنوان در ترکیب نام بیدیل و نامهای پدر و عمک و تقای و دیگر اقارب او باید به حرف خرد نوشته شود.
زیرا عنوان میرزا خاص تنها بیدیل نبوده بلکه به دیگر خویشاوندان او نیز تعلق دارد. چون در خصوص اسلاف و نام و نسب بیدیل سخن رفت، لازم است که راجع به معنای تخلص او نیز بعضی ملاحظه ها ابراز گردند. شاگرد و همصحبت دائمی بیدیل بندرابنداس خوشگون نوشته است که بیدیل در ابتدا رمزی تخلص میکرد و بعدتر با تأثیر قطعه زیرین سعدی گر کسی وصف او ز من پرسد بیدیل از بینشان چی گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. پس از این تخلص خود را به بیدیل تبدیل داد. در یک از مقاله های عبدالغنی میرزایف و در اساس این مقاله در رساله شوکت شکوروف میراث منظوم میرزا بیدیل آمده است که بیدیل گویا یک مدت معین با تخلص میرزا نیز شعر گفته باشد، ولی شنونده ارجمند این اندیشه اشتباه است. سرچشمه‌ای که عبدالغنی میرزایف با آن استناد کرده است تذکره حسین قلی خان عظیم آبادی نشتر عشق است. در این تذکره چنین فکر وجود ندارد چه که در این اثر راجع به تخلص بیدیل موجود است تکرار معلومات ذکر شده خوشگوست. اینک آن نوشته را اقتباس میکنیم. اکمال فنون شعر آورده است مؤلف نشتر عشق. از جناب مولانا کمال نام حصول ساخته و مدت متخلص به رمزی بوده. روز سیر دیباچه گلستان میکرد که این مصرع به نظر وی در آمد: بیدیل از بینشان چی گوید باز؟ بسیار شادمان گشت و استمداد از روح پرفتوح سعدی شیرازی نموده به بیدیل متخلص شد. به نظر چنین میرسد که در وقتش عبدالغنی میرزایف کلمه رمزی را سهوا میرزا خوانده است. در نسخه مورد استفاده او قرار گرفته نشتر عشق در انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌های ازبکستان است. این کلمه رمزی است، نه میرزا. اکنون میبینیم که بیدیل تخلص واقعی خود یعنی کلمه بیدیل را به کدام معنی انتخاب نموده است. به تعبیر دیگر گوییم کلمه بیدیل همچون تخلص شاعر چی معنی دارد؟ شنونده ارجمند، به عقیده خوشگو تخلص شاعر به معنای بیهوش و پریشان خاطر است. او نوشته است: معنی این تخلص که به فهم اکثر در نمی آید آن است که چون دل را خاطر گفتند این همه خطرات و عوارض از آنجا حادث می شود. پس دل صفتی باشد که حرکت به سوی خطر از نتایج اوست و از آنجا که در نفی صفت به مستعمل فارسیان است چنان به شعور و به کمال، به خلاف نوی موصوف که لفظ نا بالای آن می آید مثل ناموزون و ناهموار. لحاظا در تخلص اختیار نفی دل که صفت بیش نیست آمده. خوشگو پس از شرح تخلص شایع علاوه کرده است که کلمه بیدیل به معناهای دیگر نیز استعمال می شود و او از این معنیهای دیگر دو تاش را ذکر کرده است. یکی بیدیل به معنای بی‌حس، بی درد، دل سر، دیگری بیدیل به معنای عاشق و دل داده. او نوشته است: بعضی موسوم صفات قلب ندارد و از آن بیدیل است و بیدیل خطاب مستطاب عاشقان هم آمده. در این اقتباس در مورد یکم دل به معنای صفت است، قلب یعنی حس، درد، غم و غیره. در مورد دوم دل به معنای خود قلب است که از اختیار صاحبش بیرون رفته است. گروه دیگری مؤلفان از جمله شرقشناس فرانسوی گارسن دتاسی در اثر با نام تاریخ ادبیات هندی و هندوستانی و استاد عینی در رساله ذکر شده میرزا عبدالقادر بیدیل با نظرداشت معنای معمولی کلمه بیدیل تخلص شاعر را به معنای عاشق شرح دادند. مؤلف رساله عقیده های فلسفی میرزا بیدیل ابراهیم مومینوف در عقیده است که تخلص شاعر به معنای دلداده کسب و پیشه دوستدار علم و ادب است. مؤلف کتاب کلاسیکای ادبیات فارس و تاجیک شاه اسلام شاه محمدوف در اساس بیت به صورت بیدیلیم اما به معنی بود چون عشق سر تا پای ما دل معنای تخلص شاعر را محزون و دل شکسته می داند. کلمه بیدیل در این بیت به عقیده ما معناهای بی‌حس، بی درد، دل سرد و مانند اینها را افاده نموده است. شاعر گفته نیست که او ظاهراً بیدیل نماید هم باطناً مانند عشق
سراپا دل، حسیات، درد، تپش و حرارت است. طوری که معلوم است کلمه بیدل از جمله کلمه های سرمعنای زبان فارسی تاجیکی است. در ادبیات بدیعی این کلمه را به معناهای گوناگون، عاشق و دلداده، دیوانه و شیدا، بی صبر و بیقرار، آزرده و دلتنگ، عاجز و ناتوان، حقیر و بیچاره، ناآگاه و بیخبر، بیهوش و پریشان خاطر، اندوهگین و محزون، بیمیل و بیمهر، بیدرد و بیحس، بدبخت و بی‌طالع، مایوس و ناامید، ترسوی و بزدل، گول و نادان و غیره دچار آمدن ممکن است. کلمه بیدل در آثار خود شاعر در بیشتر موردها به معنای عاجز و ناتوان و حقیر و بیچاره استعمال شده است. از بعض اشاره های شاعر برمی آید که او این کلمه را همچون تخلص نیز به همین معنی ها انتخاب کرده است. معروف است که بیدل با لقب یا کنیه عبدالمعانی پدر معنی ها معنی آفرین نیز شهرت دارد. در ایده از تالیفات علمی از جمله در سرسخن نشر ازبکی داستان کامده و مدن بیدل آمده است که بنابر فراوانی معانی گوناگون در آثار بیدل مردم آسیای میانه به او لقب ابوالمعانی را دادند. سبحان امیرقلوف در عقیده است که اولین شخصی که بیدل را به لقب مذکور یاد کرده است احمد مخدوم دانش می باشد. او در این باره نوشته است: از طرف احمد دانش با عنوان ابوالمعانی پدر معنی ها با تازگی کشف شدن بیدل سبب زیادتر شدن بیدل خانان گردید. ولی طوری که خود بیدل نوشته است او هنوز در قید حیات بودنش سزاوار این لقب گردیده بود. او در مقدمه 4 عنصر جایی که نام تخلص خود را به حیث مؤلف این اثر ذکر کرده است در ترکیب نامش لقب مذکور را نیز علاوه نموده است. سحر می گفت بلبل باغبان را در این گل جز نهالی غم نگیرد. و پیری می رسد خاری بیابان ولی چون گل جوان گردد بمیرد. گرچه هندی در عذوبت شکر است شکر است شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است شیرین تر است شیرین تر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است شیرین تر است شیرین تر است، گفتاری دری شکر است گفتاری دری شکر است. سکوتی نیمه شب نالان بودم شکر است شکر است، عالم در خواب
شکر است شکر است باز خوانم قصه پاری نیت تازه سازم داغای سینه‌ات شکر است شکر است گرچه هندی در عذوبت شکر است شکر است شکر است هرزی گفتاری داری شیرین تر است شیرین تر است شیرین تر است هرزی گفتاری داری شیرین تر است شیرین تر است شیرین تر است گفتاری داری شکر است گفتاری داری شکر است هیچ کس رازی که من گویم نگفت شکر است شکر است همچو فکری من دوری منی نسوفت شکر است شکر است شوله آبی که اصلش زمزم است گرگدا باشد پرستارش جم است شکر است شکر است گرچه هندی در عذوبت شکر است شکر است شکر است طرزی گفتاری داری شیرین تر است شیرین تر است شیرین تر است طرزی گفتاری داری شیرین تر است شیرین تر است شیرین تر است گفتاری داری شکر است گفتاری داری شکر است گفتاری داری شکر است انجامی گفتاری یکم. سامعین ارجمند، شما سلسله گفتار رو از روی کتاب زندگی نامه بیدلی بابابک رحیمی در قرائت فرهنگشناس جانی بیکس را شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.